اما دولت قیومیتی انگلیس از آن حمایت و از فعالیت‌های آن چشم پوشی کرد و در مقابل سربازان بریتانیا هر عربی را که در منزلش اسلحه مخفی می‌کرد بازداشت می‌نمودند. مهاجرت گسترده یهودیان از لهستان، روسیه، آلمان و کشورهای دیگر ادامه یافت و جمعیت یهودیان در فلسطین به رقم 17% رسید. در پی آن درگیری‌های خونینی در اطراف دیوار براق یا همان دیوار ندبه در گرفت و دامنه مشارکت مردمی در تظاهرات‌ها افزایش چشمگیری یافتند، به طوری که تظاهرات بزرگ قدس در سال 1933 برگزار شد و 2 سال بعد از آن شیخ عزالدین قسام و همرزمانش در جریان مبارزه علیه ارتش بریتانیا در نبرد یعبد به شهادت رسیدند. پس از آن موج دیگر مهاجران یهودی که شامل 225,000 نفر می شدند وارد فلسطین شده تا جمعیت یهودیان در فلسطین به 30% برسد. انقلاب بزرگ فلسطین. انقلاب بزرگ فلسطین علیه انگلیسی ها و گروهک های یهودی در سراسر فلسطین به راه افتاد و انقلابی بزرگتر و جامعتر از انقلاب های قبلی گشت. مردم در جریان این انقلاب دست به اعتصاب کاری 6 ماهه زدند. دولت بریتانیا در جریان انقلاب کمیته‌ای به نام پیل را تشکیل داد و این دولت پیشنهاد تقسیم فلسطین به 2 کشور یهودی و عربی را داد و قرار شد که قدس همچنان تحت قیومیت انگلیس باقی بماند. صدها هزار عرب از مناطق تحت سیطره کشور یهودی به مناطق تحت حاکمیت کشور عربی منتقل شدند. در آن دوره یهودیان تنها 5.5% از سرزمین فلسطین را در اختیار داشتند، اما کشور یهودی پیشنهادی 33% از سرزمین فلسطین را در بر می گرفت. فلسطینی ها با این طرح پیشنهادی مخالفت کردند و این طرح به مرحله اجرا در نیامد. انگلیس تحت تأثیر انقلاب بزرگ فلسطین بیانیه موسوم به کتاب سفید را صادر کرد که در آن مهاجرت یهودیان به فلسطین تا 5 سال ممنوع اعلام شده و به فلسطینیان وعده استقلال فلسطین در طی 10 سال آینده داده شده بود. این بار جنبش صهیونیستی با این طرح مخالفت نمود و گروهک‌های مسلحی مانند هاگانا، ایرگون و اشترن دست به عملیات‌های خونین و کشتار فلسطینیان و حتی انگلیسی‌ها زدند تا آنها را مجبور به ترک خاک فلسطین کرده و شرایط را برای تشکیل کشور یهودی فراهم کنند. از معروفترین عملیات‌های خونین آنان میتوان به انفجار هتل ملک داوود در سال 1946 و قتل عام اعراب دیر یاسین در سال 1948 میلادی در قدس اشاره کرد. این عملیات‌ها در آن زمان در مرکز دولت قیومیتی انگلیس انجام شدند. طرح تقسیم فلسطین. در سال 1947 بریتانیا تصمیم به ترک فلسطین گرفت و خواستار تصمیم گیری سازمان ملل متحد در این باره شد. سازمان ملل نیز با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده قطعنامه تقسیم فلسطین را که به قطعنامه 181 معروف شد صادر نمود. به موجب این قطعنامه فلسطین باید به 2 کشور عربی و یهودی تقسیم می‌شد و قدس تحت حاکمیت جامعه بین المللی باقی می‌ماند. سازمان ملل با این قطعنامه موافقت کرد و اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا هم از آن حمایت نمودند. در آن زمان یهودیان تنها 6.5% از اراضی فلسطینی را در اختیار خود داشتند، اما بر طبق آن قطعنامه تقسیم 56.5% از سرزمین فلسطین را به کشور یهودی اختصاص می‌دادند و به همین خاطر فلسطینی ها و اعراب با این قطعنامه مخالفت کردند و این قطعنامه هم به مرحله اجرا هرگز در نیامد. برای همگان مشخص شده بود که فلسطین در آستانه جنگی بزرگ قرار گرفته است. سازمان هاگانا فراخوان عمومی داد و از یهودیان 17 تا 25 ساله برای ثبت نام در دوره خدمت نظامی دعوت به عمل آورد. در مقابل اتحادیه عرب نیز
ارتشی به نام ارتش نجات بخش فلسطین را تشکیل داد. در ادامه این روند موج دیگری از مهاجران صهیونیست وارد فلسطین شدند و جمع یهودیان در مرحله قبل از وقوع فاجعه اشغال فلسطین به 31% رسید. با این وجود آنها در آن زمان تنها 9% از اراضی فلسطین را در اختیار داشتند. این تصویر املاک یهودیان در آن دوره را نشان می‌دهد. در سال 1948 بریتانیا از فلسطین خارج شد و جنگ میان ارتش‌های عربی و یهودیان در گرفت و این جنگ با پیروزی یهودیان به پایان رسید و آنها 78% از سرزمین‌های فلسطین را اشغال کردند و کشور اسرائیل را بر روی این اراضی تأسیس نمودند. آمریکا بلافاصله این کشور را به رسمیت شناخت و 1 سال بعد اسرائیل به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته شده در جهان به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. در نتیجه این جنگ قدس به 2 بخش تقسیم شد که بخش غربی آن به دست یهودیان افتاد و بخش شرقی در دست اردن باقی ماند. اما اسرائیل سرانجام در سال 1967 این قسمت را هم اشغال نمود. از 9% در مرحله قبل از جنگ به 78% در مرحله پس از آن و این فاجعه‌ای بود که جنگ سال 1948 رقم زد. اگر بخواهیم دلیل شکل‌گیری مسئله فلسطین را توضیح دهیم، باید بگوییم که مشکل اصلی مهاجرت گسترده یهودیان دارای تفکر صهیونیستی به فلسطین بود و آنها معتقد بودند که سرزمین فلسطین تنها متعلق به آنهاست و باید به هر شیوه ممکن و بدون توجه به سرنوشت ساکنان اصلی فلسطین کشور خود را بر روی آن تأسیس کنند. کشورهای استعماری نظیر آمریکا و انگلیس و فرانسه هم به اجرای این پروژه اسکان صهیونیست‌ها در فلسطین کمک کردند و روند پیشبرد این پروژه را که با منافع راهبردی آنها همسو بود تسهیل بخشیدند و همه این مسائل باعث شکل‌گیری مسئله فلسطین و درد و رنج‌های تمام نشدنی آن ملت مظلوم شدند.